سرخط مهمترین خبرها: دعوت اتحاد اروپا از تاجیکستان درباره تحریم و رعایت حقوق انسان. نمایندگان طالبان از تاجیکستان خواستند سفارت افغانستان را به این گروه دهند و صدمه در رشت تویخانه را به ماتمخانه تبدیل داد. سلام بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 20 نوامبر سال 2025 است. اتحاد اروپا از تاجیکستان دعوت کرده است که برای پیشگیری از دور زدن تحریم‌های ضد روسیه به این سازمان همکاری زیست را ادامه دهد. دعوت این سازمان 19 نوامبر در جلسه 11 شورای همکاری اتحاد اروپا و تاجیکستان در شهر بروسل صدا داد. این درخواست در حال صدا می‌دهد که ماه نوامبر امسال اتحاد اروپا برای کمک به روسیه 3 بانک تاجیکستان را بر روی خط سیاه شامل کرد. هنوز معلوم نیست که هیئت تاجیکستان با رهبری وزیر کارهای خارجه سراج‌الدین مهرالدین به این درخواست اتحاد اروپا چه پاسخ دادند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان پیشتر از تحریم شدن 3 بانک تاجیکستان نگرانی عمیق کرده گفته بود برای کاهش پیامدهای آن تلاش می‌کند. به خبری رسمی اتحاد اروپا، این سازمان از تاجیکستان دعوت کرده است که آن قانون‌های بین‌المللی را رعایت نموده استقلالیت، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی اوکراین را در موافقت با موقع سازمان ملل و اتحاد اروپا دستگیری نماید. تاجیکستان از متحدان نزدیک روسیه است، ولی مقامداران دوشنبه بارها گفتند خواستار حل نزاع روسیه و اوکراین از راه مذاکرات هستند. نمایندگی اتحاد اروپا در دوشنبه در خبرنامه نوشت در جلسه روز 19 نوامبر اتحاد اروپا از فشار به حامیان حقوق انسان و روزنامه‌نگاران نبودن فضا برای جامعه شهروندی اظهار نگرانی کرد. اتحاد اروپا همچنین ضرورت جوابگری برای استفاده از حد زیادی قوه نسبت اعتراضگران هنگام حادثه‌های سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان را تاکید کرده است. این طلب سازمان قبلا نیز صدا داده بود. در پی حادثه‌های ماه می سال 2022 در بدخشان که باعث کشته شدن اعتراضگران شد، ده‌ها نفر زادگان این منطقه بازداشت و به حبس‌های طولانی محکوم شدند. اتحاد اروپا همچنین دعوت کرد که برای پیشگیری شکنجه، بهتر کردن شرایط زندان‌ها، پیشبرد برابری گندری و مبارزه با زورآوری جنسی و گندری تلاش‌های بیشتر انجام داده شود، آمده است در خبرنامه رسمی. در نشست بروسل همچنین درباره تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های انرژتیکی و همچنین مسائل منطقوی و بین‌المللی گپ زدند. در ناحیه رشت در وقت توی ماشین به ستون بتونی برخورده سبب مرگ 3 جوان شده است. به گفته منابع رادیوی آزادی، حادثه 16 نوامبر رخ داد. یک منبع آگاه از حادثه گفت که یک عائله از دهه نواباد وقتی برای آوردن عروس به دهه بیدک می‌رفتند، ناگاه یک از ماشین‌ها به ستون کانالی راه برخورده است. در این حادثه 3 جوان به هلاکت رسیدند که یکیشان خواننده صنف 11 و 2 دیگر 21 و 28 سال داشتند. در این حادثه همچنین 2 نفر دیگر از جمله راننده ماشین آپل سخت جراحت برداشته زیر نظارت پزشکان قرار دارند. ساکنان دهه نواباد گفتند که یکی از قربانیان برادر داماد بود و در یک لحظه توی خانه به ماتمخانه تبدیل یافت. یک نماینده جماعت نواباد به رادیوی آزادی گفت مقامات حادثه را تحقیق دارند. سالانه در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمر می‌شوند. ماشین‌های کهنه و راه‌های ناهموار و حرکت با سرعت بلند و همچنین رعایت نکردن قاعده‌های حرکت از سبب‌های مرگ و میر زیاد در راه‌ها نامور می‌گردد. نمایندگان حکومت طالبان از تاجیکستان خواستند نظارت سفارت افغانستان در دوشنبه را به این گروه سپارد. به گزارش تلویزیون آمو، این درخواست در ملاقات هیئت تاجیکستان با نمایندگان حکومت طالبان در شهر کابل صدا داده است. این رسانه نوشته است که حکومت طالبان از نمایندگان تاجیکستان خواستند که این گروه را همچون حاکمان نو افغانستان به رسمیت شناسند. مقامات تاجیکستان درباره سفر هیئت این کشور به افغانستان و دیدار و گفتگوهاشان با نمایندگان طالبان رسما چیزی نگفتند، اما تلویزیون آمو گزارش داده است که هیئت تاجیکستان با درخواست‌های طالبان درباره به رسمیت شناختن حکومت این گروه و سپردن سفارت دوشنبه به نماینده آنها پاسخ عمیق نداده است. سفارت افغانستان در دوشنبه تا حال از سوی ظاهر اخبار سفیر تعیین کرده حکومت پیشین افغانستان اداره می شود. تاجیکستان یکی از کمترین کشورها در منطقه است که با گذشت 4 سال از بازگشت طالبان به قدرت سفارت افغانستان را به آنها تسلیم نکرده است. پیشتر رسانه‌های افغانستان گزارش داده بودند که یک هیئت بلندپایه تاجیکستان به شهر کابل رفته با چند وزیر حکومت طالبان گفتگو کردند. رسانه‌های افغانستان از قبل منابعشان نوشتند جانب‌ها درباره امنیت، گسترش رابطه‌ها، مشکلات مرزی و تقویت مرزی مشترک صحبت نمودند. جانب تاجیکستان در این باره رسما اطلاع نمی‌دهد. وزارت انرژتیک تاجیکستان کمچین شدن گاز مائع و بالا رفتن نرخ این نوع سوزشواری را به کاهش صادرات آن از قزاقستان ربط داده است. یک نماینده این وزارت 19 نوامبر به خبرگزاری آزیا پلاس گفته است کاهش واردات گاز مائع در نوبت اول به محدود
محدودیت‌های صادراتی آن از قزاقستان وابسته است، نمایندگان خدمات زیرانحصاری بین‌الرسانه گفتند که سبب بالاروی نرخ گاز مایع کم بودن این سوزش‌واری در بازار است. از آغاز ماه نوامبر نرخ گاز مایع در تاجیکستان یک بار بالا رفت. اگر اولی این ماه 1 لیتر گاز مایع 4 تومان و 20 درم بود، پس امروز نرخ آن به 5.5 تومان رسیده است. رانندگان از کمچین شدن گاز مایع شکایت دارند. مقامات قزاقستان از روز 14 نوامبر صادرات گاز مایع را به مدت حداقل 6 ماه منع کردند. تاجیکستان بخش اساسی گاز مورد نیازش را از قزاقستان می‌خرد. با سبب نسبتاً ارزان بودن این نوع سوزشواری، صاحبان بیشتری ماشین‌ها در تاجیکستان از گاز مایع استفاده می‌برند. ده‌ها فلسطینی که در عملیات 2 ساله اسرائیل در نوار غزه از دست و پای خود محروم گشتند، روز 17 نوامبر برای بازی فوتبال جمع آمدند. آنها تکیه به اعصاب بغل و پایهای ثانی آرزوی دیرینه خود را عملی کردند. پیامشان این بود است که امید را نباید از دست داد. گزارش خبرگزاری رایترز را همکارم محمد وفا رضازاده تقدیم می‌کند. این گروه فلسطینی ها در مرکز غزه که طی 2 سال اخیر میدانی درگیری بود، برای مسابقه فوتبال جمع شدند. آنها پایهای ثانی خود را در گوشه میدان گذاشته با اعصاب بغل بازی کردند. میگویند امید، آرزو و محبت به ورزش آنها را گرد هم آورد. به گفته سازمان دهندگان مسابقه، چند از بازیگران در حمله های نیروهای اسرائیل در غزه به دست و پای ماندند. این مسابقه قهرمانی تحت عنوان امید برگزار می شود تا امید را دوباره در بازگشت تدریجی به زندگی معمولی و به ویژه زندگی ورزشی این بازیگران معیوب زنده کند. این مسابقه بیش از 50 بازیگر مرد محروم از دست یا پای و از 10 تا 15 کودک پسر و دختر را گردی هم می آورد. این سبقت شامل چندین دوره خواهد بود و در پایان مسابقه به تیم برنده جایزه ها تقدیم می شود. با اطلاع وزارت تندرستی غزه، در 2 سال جنگ در بیمارستان‌های این منطقه 6000 مورد بریدن دست و پای ثبت شده است. انس المبهوح در روزهای اول جنگ در منطقه دیر البلح جراحت برداشت و سپس به تیم معیوبان پیوست. میگوید آرزویش این است که فلسطین و تیم ملی آن را در خارج معرفی کند، با تیم‌های دیگر بازی کند و مثل دیگران زندگی نماید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 نوامبر را فرا می‌گیرد. 20 ноябри соли 1939 шоири тоҷик Бозор Собир таваллуд шудааст ки чун яке аз шоирони мубориз ва мудофиони забону фарҳанги миллӣ ном баровард. вале ҳамин мавқеи фаъолаш сабаби 9 моҳ зиндонӣ шудани ӯ дар соли 1993 гардид. Бозор Собир баъди ин ба амрико кӯчиду ашъори солҳои 2000-умаш гоҳе баҳсбарангез ва мавриди интиқоди тақводорон шуд. сафараш ба тоҷикистону ситоишаш аз сиёсати раҳмон ҳам дар соли 2014 яксон қабул нашуд. соли 2018 дар 79 солагӣ дар амрико даргузашт ва 2 ҳафта баъд дар душанбе ба хок супурда шуд. 20 ноябри соли 1953 Сайф Раҳимзоди Афардӣ таваллуд шудааст ки ба унвони нависанда маъруфияти сартосарӣ касб кард. дар эҷоди сценарии филмҳои бадеӣ ҳам заҳмат кашида, ситораҳои сари танӯраш аз филмҳои маъруфи миллӣ ба шумор меравад. 20 майи соли 2005 замоне ки ҳамагӣ 52 сол дошт, дар ҳамлаи мусаллаҳонаи идомаи қатлҳои занҷираии шахсиятҳои маъруфи Тоҷикистон кушта шуд. бархи қатли ӯро ки то ҳол нокушода боқӣ мемонад, ба раҳбариаш дар кумитаи телевизион ва радио ва дигарҳо ба фаъолияти соҳибкориаш ҳам рабт медиҳанд. 20 ноябри соли 1989 маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатномаи ҷаҳонии ҳуқуқи кӯдакро ба тасвиб расонид ки онро Тоҷикистон ҳам ҳамчун ӯҳдадории ҳимоят аз ҳуқуқи кӯдак имзо кард. ба ин муносибат ҳар 20 ноябр чун рӯзи кӯдак таҷрир мешавад. қатнома аз ҳукуматҳо таъмини ҳуқуқи кӯдакон рушди ҳамаҷониба инсонии онҳоро тақозо мекунад.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 111 سامان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 920 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 20 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان azadi.org مطالعه کنید. خدا نگهدارتان.